زبان بسیار با شکوه و شهامت گذشت. از سخنرانی پرزیدنت خیلی سربلند شده. در دوام 30 سال زبان دولتی ما در امور دولتی، در دولتداری ما جای خودش را اشغال کرد. به گفته پرزیدنت در بعض مؤسسه ها به اندازه تبدیل حال هم مقام خود را اشغال نکرده است. باز در نزد بعض مؤسسه ها کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان، انستیتوت زبان و ادبیات وظیفه ها گذاشتند، خصوصا در مسئله اصطلاحات علمی. در همه ساحه اصطلاحات علمی، چون که این در تحقیق علم، تکنیک زمانوی و تعلیم آن هم در مکتب تحصیلات عمومی هم در مکتب عالی بسیار مهم است. لغت‌های صاحبی ترتیب داده شود گفتند. ما درباره لغت‌های کلاسیکی به ما دسترس مردم گردد تا اینکه لغت‌های کلاسیکی رو به حروفات ما برگردانند، به چاپ آماده کنند، دسترس مردم گردد تا اینکه همین خزینه هم گفتار و هم نوشتار ما با عنصرهای لغوی فرازیولوژی بوی گردد. باز چیزی دیگری را تاکید کردند که گراماتیک علمی باید اصلا نو کار کرده شود. املای زبان تاجیکی کمبودی‌های بسیاری دارد. بنابراین در همه آموزش زبان ادبی اندکی نارسایی ها مشاهده کرده می شود. بسیار ضرور است که باید همه کتاب های درسی چه برای مکتب های تحصیلات عمومی هم عالی تاکیه می کند به گراماتیک علمی. این سالهای 80 تألیف شده بود. این چقدر سال گذشت. بسیار مسئله های نو به نوی علمی پیدا شد. باید در گراماتیک علمی اکادمیوی ما این چیزهای نو داخل شوند. در آینده با دلپروری گفته میتوانیم که زبان ما زبان توانا میگردد. زبان دولتی ما هم ساحه ما را از جهت هم گفتار هم نوشتار آباد خواهد کرد.